سلام خدمت خانم ها و آقایون، خانم فاضلی، مهمانان همیشگی بنیاد شمس و مولانا، و سپاس فراوان از دوست بسیار گرامی جناب دکتر سید علی محمد سجادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و یکی از نازنینان ادبیات فارسی کشور و زمانی همکار استادان مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در تدوین شرح مثنوی ایشون و یکی از نور چشمی های مرحوم استاد دکتر شهیدی بودن، آقای دکتر سجادی، و من سالهای سال هست خدمت ایشون ارادت دارم و این ارادت هر روز بیشتر میشه. و یکی از کتاب‌هایی که ما کوتاهی کردیم که امروز اینجا نتونستیم بیاریم ولی هفته آینده، ماه آینده البته خواهیم آورد، که هست مثنوی از نگاهی دیگر، از کتاب‌های استاد دکتر سجادی درباره مولوی است و کارهای متعدد دیگری درباره تصوف دارن، خرقه و خرقه پوشی. من زمانی که دانشگاه پیام نور بودم از ایشون خواهش کردم که برای صائب برای دانشجویان رشته ادبیات کتابی آماده کنند، حدود در حد 2 واحد، حدود 200 صفحه، و کتابی آماده کردن در مورد صائب که سالهاست، من سالش یادم نیست، یکی از بهترین کتاب‌هایی است که دانشجویان معمولاً اونجا خودخوان هستن، خودشون میخونن و استفاده میکنن و این یکی از کارهای بسیار ارزنده استاد دکتر سجادی بود. و امروز سخنرانی ایشون عنوانی دارد که خود ایشون توضیح خواهند داد: نطق آب و نطق خاک و نطق گل در مثنوی و این تأثیر اناجیل اربعه، انجیل های 4گانه است در مثنوی که خودشون خواهند فرمود و ما گوش خواهیم داد. از خواهش میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. خدای را سپاس میگویم که به من افتخار این را داد که در جمع روحانی و نورانی شما عزیزان شرکت کنم و بسیار سپاسگزار هستم از برادر عزیزم جناب دکتر توفیق سبحانی که وسیله دریافت این سعادت برای حقیر شده. عنوان عرایض من همونطور که آقای دکتر فرمودن نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست که مصرع دومش هست محسوس حواس اهل دل از حضرت مولانا. اما این که چرا این عنوان را انتخاب کردم باید تا پایان مقاله مرا همراهی کنید. حقیقتا من نمیدانستم که اینجا باید سخنرانی کنم یا مقاله‌مو بخونم. این مقاله را قبلا تهیه کرده بودم و امروز خدمتتون عرضه میکنم و اگر جاییش نیاز داشت توضیح میدم. اما از ظاهر جلسه من متوجه این هستم که همه عزیزانی که روبروی من نشسته‌اند اهل عرفان و اهل شناخت و به خصوص آشنا و آثار حضرت مولانا هستند. محتوای کلی مقاله بنده تأثیر انجیل‌های 4گانه یا به عربی اناجیل اربعه در مثنوی معنوی مولاناست. یک مقدمه داره و یک میان مقاله و یک سرانجامی که من بهش میدم با تأثیر انجیل‌ها در مولانا. من امیدوار هستم که بتوانم مقاله خودم را در همون ظرف محدود و معدودی که حدود 40-45 دقیقه تمام کنم. کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد
چشمه ها زاب زلال. کی گلستان راز گوید با چمن، کی بنفشه عهد بندد با سمن. کی چناری کف گشاید در دعا، کی درختی سر فشاند در هوا. کی شکوفد آستینی پر نثار، برفشاندن گیرد ایام بهار. کی فروزد لاله را رخ همچو خون، کی گل از کیسه برآرد زر برون. کی بیاید بلبل و گل بو کند، کی چو طالب فاخته کوکو کند. کی بگوید لک لک آن لک لک به جان، لک چه باشد ملک توست ای مستعان. کی نماید خار اسرار ضمیر، کی شود چون آسمان بستان منیر. از کجا آورده اند آن حله ها، من کریم من رحیم کلها. دریای بیکران ادب فارسی را رودها و جویهای فراوان سیراب می‌دارد که هرچند آبشخورهایشان گونه گونه است ولی سرچشمه آنها یکی است، من کریم من رحیم کلها. این کرامت و رحمت گاه در جامعه طبعی وقاد و ذهنی روشن و خاطری نکته‌یاب و بیانی رسا بر اندام هنرمند به جلوه در می آید و گاه شعله‌ای از طور کلیم اللهی و یا نفحه‌ای از فیض روح القدس و یا شمعی از حقیقت محمدی با دل و جان او آن کند که نسیم بهاری با غنچه ناشکفته. عنایت بی علت گرچه همه کس و از جمله ارباب هنر را یکسان شامل نمی شود و دریافت کنندگان وحی را نیز یکی بر دیگری فضل هاست، با این همه هدف غایی و مقصود نهایی یکی است و آن تلطیف روح و صیقل جان و احیاء و ابقای منش انسانی در جامعه بشری و سوق آن به جانب کمال و فضای لایتناهی الهی است. و چه در اشتباهند آنان که برای دستیابی به مطامع دنیوی در پی ایجاد اختلاف در میان پیروان ادیانند. اینان از این حقیقت غافلند که شاخ گل هر جا که روید هم گل است، خم مل هر جا که جوشد هم مل است. گر ز مغرب برزند خورشید سر، عین خورشید است نه چیز دیگر. این سخن عیسی است با مخاطبان که گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه ای یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین نماید، چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده می شود
اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. و خداوند در قرآن مجید مسلمانان را نیز فرمان داده است که بگویید ایمان داریم به آنچه فرو فرستاده آمد به ما و به آنچه فرو فرستاده آمد به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و به پیغامبران فرزندان یعقوب و آنچه دادند موسی و عیسی را از نامه و پیغام و به آنچه دادند همه پیغمبران را از خداوند ایشان، جدا نکنیم یکی را از پیغامبران از دیگران و ما وی را گردن نهادگانیم. این ترجمه میبودی در کشف الاسرار از آیه قرآنی است که همه اینها را من مراجع دادم و انشاءالله روزی که چاپ شود در اختیارتون قرار خواهد گرفت. عدم تفاوت در میان کتب آسمانی که مضامین و مفاهیم و حتی نحوه بیان آنها الهام بخش ارباب هنر به ویژه شاعران و نویسندگان پارسی گوی بوده است تا آنجاست که گاه آیات تورات و انجیل را به عینه در قرآن میتوان دید و البته کوته‌اندیشان این که یکی را برگرفته از دیگری میدانند باید در اصلاح ظن خطای خود بکوشند و اقرار آورند که منبع الهام و تلقین همه لوح محفوظ است و بس. تنوع در انواع علوم را که یکی از لوازم شاعری برشمرده‌اند بدون شک شامل علوم ادیان و مذاهب و احاطه کامل به اقوام پیامبران و اولیا و اوصیا و قدیسان نیز می شود. آنان را که با قرآن و حدیث و اخبار و آثار و امثال سر و سری است، چون انجیل را به سرانگشت دقت ورق گردانی کنند مشابهت‌های شگفت‌انگیز میان این دو توانند دید و از آن جمله است. به ترتیب من اینها را میشمارم و خدمتتون عرض میکنم. 1 یا الف، اینی که میخوانم از گفته حضرت عیسی است علیه السلام. هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد یافت. این در انجیل. و از قرآن بشنویم که پیغامبر من گوی که اگر چنان است که پدران شما و پسران شما و برادران شما و جفتان شما و خویشاوندان شما و مالهای گرد کرده شما و بضاعتی که دارید تجارت را که در آن از کاسدی می ترسید و مسکنهای ساخته که پسندید اگر چنان است که این همه دوست‌تر است به شما از خدا و رسول وی و کوشیدن با دشمن وی از بهر وی، کوشیدن به معنی جنگیدنه، چشم می‌دارید تا آن که خدای کار خویش آرد و فرمان خویش بر شما. و رسول خدا گفت سوگند به آن کس که جان محمد به دست اوست هیچ کس مؤمن شمرده نمی شود تا آن زمان که من در نزد او دوست داشتنی تر
نباشم، از خود و پدر و مادر و زن و فرزند و همه مردم او. و بدین سبب این داستان جالبی است و بدین سبب بعضی از صحابه را کار دوستی به جانجا کشید که قرار و آرام خود را دور از حبیب خدا از دست می دادند. عبدالله ابن زید در کار مصطفی چنان فتنه و شیفته بود که گفت یا رسول الله، به خدا که وقت بود که گرسنه باشم دست به طعام برم، تو در یاد من آیی نتوانم که آن طعام خورم. آن را گذارم و آیم بر تو و در تو نگرم، آنگاه به طعام خوردن باز روم. و همچنین گفت در آشامیدن آب به وقت تشنگی چون تو هم یادایی بگذارم و فراموش کنم. و چون خبر رحلت حضرت رسالت را شنید گفت بار خدایا، بعد از دوست یعنی بعد از پیغمبر اکرم خود نخواهم که چیزی بینم در دنیا، بینایی از من واسطان. این سخن بگفت و هم بر جای نابینا گشت. او بران بود که از دو بیرون نیست حال، چشم بیند یا نبیند آن جمال. گر ببیند نور حق خود چه غم است، در وصال حق دو دیده چه کم است. ور نخواهد دید او را گو برو، این چنین چشم شقی گو کور شو. باز از گفته های عیسی، همه گناهان از بنی آدم آمرزیده می شود و هر قسم کفر که گفته باشد، لیک هر که به روح القدس کفر گوید تا ابد آمرزیده نشود، بلکه مستحق عذاب جاودان بود. حالا از قرآن بشنویم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدای نیامرزد که انباز گیرند با وی و می آمرزد هر چه فرود از آن است آن را که خواهد. کاملا شبیه به همین. جیم، و چه نزدیک است الفاظ و معانی آیات 179 سوره مبارکه اعراف. ایشان را دلهایی است که به آن حق در نیابند و ایشان را چشمهایی است که حق به آن نبینند و ایشان را گوشهایی است که به آن حق بنشنوند. ایشان همچون ستورانند، نه راست چون ستور بلکه گمراه تر از ستور، بل هم اضل. و آیه 14 از باب 13 انجیل متی یا متی اینه: به مثلها میگویم که نگرانند و نمی بینند، شنوا هستند و نمی شنوند و نمی فهمند، زیرا قلب این قوم سنگین شده. قرآن هم میگه ولکن قست قلوبهم. دال، این سخنان عیسی مسیح سؤال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند یابد و کسی که بطلبد دریافت کند و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. این سخنان بسیار نزدیک است با
من طلب شیئا وجد وجد و من قرأ بابا ولج ولج، که برخی این دو را از امثال و برخی حدیث شمردند. و نیز با این سروده مولانا: تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دائما ای خشک لب، کان لب خشکت گواهی می دهد که به آخر بر سر منبع رسد. و باز از مولانا گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. شماره بعد: این سخن عیسی علیه السلام که آیا انگور را از خار و انجیر را از خس میچینند، قابل مقایسه است با کما تزرع تحصد و انک لا تجنی من الشوک العنب، از خار انگور نخواهی چید. شماره بعد: در فارسی میگیم هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. و باز میخوانیم گوشت ارگنده شود او را نمک درمان بود، چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند؟ مال ناصر خسروه. و باز چون شود خود نمک تبه چه علاج؟ عربیش هم براتون میخونم: اذا ملحم انتنه ملحوه و نتن الملح لیس فیه دواء لیس له دواء. مناسب است با این گفته عیسی مسیح علیه السلام که اگر نمک فاسد شود به کدام چیز باز نمکین گردد، دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شماره بعد: هرگاه کور راهنما شود هر دو در چاه افتند. این انجیله، قابل مقایسه است با این مثل که قد ظل من کانت الامیان تهدیهی، درست همون هستش. و مولانا میگه کسی را کجا کور شد رهنمون، بماند به راه دراز اندرون. احتمالاً مال مولانا نباشه ولی من شماره رو دادم. شماره بعد: خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. در حدیث میخونیم انما یرحم الله من یرحم، و پیغمبر فرموده است ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء و انما یرحم الله من عباده الرحما. فارسیش: اشک خواهی رحم کن بر اشکبار، رحم خواهی بر ضعیفان رحمت آر. شماره بعد از انجیل: هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. ناصر خسرو میگه بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. عربیش: ازل عود لم یثمر و ان کان اصله من الثمرات اعتده الناس حطبوا. شماره بعد: عیسی میگه هر که از شما بزرگتر باشد خادم شما بود. مقایسه شود با ساقی القوم آخرهم شربا، کسی که آب به کسی میده خودش در آخر باید آب بخوره. و سید القوم خادمهم، که گویا حدیث باشه. و این ابیات از اوحدی مراغعی: در زمان صحابه و یاران وان بزرگان و آن نکوکاران،
نام شیخ و سماع و خرقه نبود. دین 70 و چند فرقه نبود. بر 40 مرد بود پیرهنی، بلکه 40 روح بود در بدنی. کرده بودند پی ز دنیا گم، سید قوم بود خادمهم. شماره بعد: هر که خود را بلند کند پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد. و پیغمبر اکرم فرموده است: من تواضع لله رفعه الله و من تکبر وضعه الله. و سعدی فرموده است: تواضع سر رفعت افرازدت، تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. شماره بعد: یحیی علیه السلام، او یعنی عیسی مسیح که بعد از من می آید از من تواناتر است. یحیی گفته عیسی از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم. این سخن می تواند ملهم این گفته عین القضات همدانی باشد که از عادت آنگاه برخواسته باشی که خدمت کفشی کنی و خدمت کفش نه آن باشد که کفش راست بنهی، که تو را هنوز این استحقاق نیست که شاید دست فرا کفش مردان کنی، که 7 سال کم یا بیش برکه را، برکه مرشد عین القضات، می دیدم و هرگز زهره نداشتمی که دست فرا کفش او کنم. شماره بعد: عیسی میگوید آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید، زیرا این است تورات و صحف انبیا. و از پیامبر اکرم بشنویم که لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه من خیر. و این بیت از مولانا ترجمه دقیق این حرف است: آنچه بر تو خواه آن باشد پسند، بر دگر کس آن کن از رنج و گزند. عیسی نظر کرد دولتمندانی را دید که هدایای خود را در بیت المال می اندازند و بیوه زنی فقیر را دید که 2 فلس پول سیاه در آنجا انداخت. عیسی گفت هر آینه به شما می گویم این بیوه فقیر از جمع آنها بیشتر انداخت، زیرا که همه ایشان از زیادتی خود در هدایای خدا انداختند، لیکن این زن از احتیاج خود تمامی معیشت خیش را انداخت. این بسیار شبیه است به آنچه در ذیل آیه شریفه 79 سوره مبارکه توبه آمده است و میبودی در النوبة الثالثه درباره آن چنین آورده است: آن منافقان دون همت مختصر داشتند 1 صاع خرمای بوعقیل و بدان طنز کردند، مسخره کردند. چه زیان دارد وی را این طعن منافقان، در حالی که رب العالمین او را می نوازد و می گوید الذین لا یجدون الا جهدهم. و مصطفی صلوات الله علیه تسلی دل وی را آن صدقه از وی پذیرفت و اکرامی کرد و بر سر همه صدقه ها ریخت و این خبر بیرون آورد که افضل الصدقه جهد المقل، بهترین صدقه ها اون چیزی است که آدم تنگ دست میبخشد و میدهد.
شماره بعد عیسی به قوم خود گفت پدر شما ابراهیم شادی کرد بر این که روز مرا ببیند، زمان مرا درک کند، و دید و شادمان گردید. یهودیان بدو گفتند هنوز 50 سال نداری و ابراهیم را دیده ای؟ عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم که پیش از آن که ابراهیم پیدا شود من هستم، من بودم. قیاس شود با گفته پیغمبر اکرم که کنتو نبیًا و آدم و بین الماء و الطین، من پیغمبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل دست و پا میزد. یسوع همان عیساست طلبید شاگردان خود را و به ایشان گفت که من مهربانم به این گروه، زیرا که این گروه 3 روز با من خواهند بود، حواریون را داره میگه، و ندارند چیزی که بخورند و نمیخواهم که ایشان را مرخص کنم روزه‌دار، زیرا که اگر روزه بدارند شاید که ضعف به هم رسانند در راه رفتن. شاگردان گفتند که در بیابان از کجا آنقدر نان به هم رسد که سیر کنند این گروه را؟ عیسی به ایشان گفت چند عدد نان دارید؟ گفتند 7 عدد نان هست و اندکی ماهی. پس امر کرد مردم را که بر زمین بنشینند و گرفت 7 عدد نان و ماهی را و طلب کرد برکت را از خدا، شکست نانها را داد به شاگردان و شاگردان دادند به مردم و همه خوردند و سیر شدند و برداشتند آنچه زیاد آمد از پاره‌های نان به قدر 7 زنبیل بود. و آن گروه که خوردند 7 نان را به قدر 4000 نفر بودند، به غیر زنان و اطفال. این داستان که از انجیل بود بسیار شبیه است به داستان ابو هریره صحابی پیغمبر. ابو هریره گفت پیغمبر صلوات الله علیه در غزوه‌ای بود، خوردنی برای آنان نایاب شد. پیامبر فرمود های بو هریره چیزی داری؟ به عرض رسانیدم که چیزکی از خرما در انبانم دارم. فرمود آن را نزد من آر. انبان را به خدمتش بردم. فرمود سفره‌ای چرمین بیاور. سفره‌ای چرمین آوردم. آن را گسترد و دست در انبان کرد و خرماها را گرفت و دیدم که 21 دانه خرما بود. بو هریره گفت پس رسول خدای بسم الله گفت و خرماها را یک یک برداشت و نام خدای را باز خواند تا آنکه همه خرماها را به دست نازنین خود برداشت و بسم الله گفت و سپس آن را گرد هم آورد و فرمود فلان و یارانش را صدا بزنید بیایند. آمدند و خوردند و سیر شدند و بیرون رفتند. خرماهای زیاد آمد. به من فرمود بنشین. نشستم و خوردم و خرماهای زیاد آمد. پیامبر آن را برگرفت و در انبان نهاد و سپس فرمود ای ابا هریره هرگاه چیزی خواستی در این انبان دست در این انبان بر و از آن بردار و هیچگاه این انبان را بر مگردان و سرازیرش مکن وگرنه انبان از تو روی خواهد گرداند. ابو هریره گفت هرگاه خرما خواستم دست در انبان می کردم، به 50 وسق معادل 3000 پیمانه بزرگ از آن برگرفتم و در راه خدای عزوجل دادم
و آن انبان همواره به پشت پالان شترم آویخته بود و در دوران عثمان بر زمین افتاد و از میان رفت. داستان انبان بوهریره در مثنوی آمده است. این بخشش تمام شد. آی دکتر وقت دارن؟ و اینک به برخی از همانندی های مطالب انجیل و سروده های فارسی به اختصار اشارتی می رود. عیسی علیه السلام این مثل آورد برای برخی که بر خود اعتمادی داشتند، مغرور به خودشون بودند و ادعای صدیق و عابد بودن می نمودند و دیگران را حقیر می شمردند که دو نفر، یکی فریسی یعنی عزلت گزینی مقدس و دیگری باجگیر، به هیکل رفتند، به عبادتخانه تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خدا دعا کرد که خدایا تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و ستمکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته 2 مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم 10 می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زد، گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. عیسی میگه به شما میگویم که این باجگیر هرگاه از هیکل فرود آید به خانه خود نیکوکارتر است از آن فریسی، زیرا که هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خویشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. و شیخ اجل سعدی شیراز را که جهان ظاهر و معنی در نوردیده است، بیشک او را با انجیل ها سر آشنایی بوده است که سروده است. من این گفته سعدی رو دوست دارم همش بخونم، از بس زیباست. شنیدستم از راویان کلام که در عهد عیسی علیه السلام یکی زندگانی تلف کرده بود، به جهل و ضلالت سرآورده بود. دلیری سیه‌نامه‌ای سخت دل، ز ناپاکی ابلیس از وی خجل. به سر برده ایام بی حاصلی، نیاسوده تا بوده از وی دلی. سرش خالی از عقل و از احتشام، شکن فربه از لقمه های حرام. به ناراستی دامن آلوده‌ای، ز دود گنه دود اندوده‌ای. نه پایی چو بینندگان راست رو، نه گوشی چو مردم نصیحت شنو. چو سال بد از وی خلایق نفور، نمایان به هم چون مه نو ز دور. هوا و هوس خرمنش سوخته، جوی نیک نامی نیندوخته. سیه نامه چندان تنعم براند، که در نامه جای نوشتن نماند. گنهکار و خودرای و شهوت پرست، به غفلت شب و روز مخمور و مست. شنیدم که عیسی در آمد ز دشت، به مقصوره عابدی درگذشت. حالا با تنظیم به مثلا مسجدی یا به صومعه‌ای. به زیر آمد از غرفه خلوت نشین، به پایش در افتاد سر بر زمین. گنهکار برگشته اختر ز دور، چو پروانه حیران در ایشان ز نور. تأمل به حسرت کنان شرمسار، چو درویش در پیش سرمایه‌دار. خجل زیر لب عذرخواهان بسوز، ز شبهای در غفلت آورده روز.
سرشک غم از دیده باران چون میغ، که عمرم به غفلت گذشت ای دریغ. برانداختم نقد عمر عزیز، به دست از نکویی نیاورده چیز. چو من زنده هرگز مبادا کسی، که مرگش به از زندگانی بسی. برست آن که در عهد طفلی بمرد، که پیرانه سر شرمساری نبرد. گناهم ببخش ای جان آفرین، که گر با من آید فبئس القرین. نگون مانده از شرمساری سرش، روان آب حسرت به روگندرش. در این گوشه نالان گنهکار پیر، که فریاد حالم رس ای دستگیر. وزان نیمه عابد سری پرغرور، ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور. که این مدبر اندر پی ما چراست، نگون بخت جاهل چه در خورد ماست. به گردن در آتش در افتاده ای، به باد هوا عمر برداده ای. چه خیر آید از نفس تردامنش، که صحبت بود با مسیح و منش. چه بودی که زحمت ببردی ز پیش، به دوزخ برفتی پس کار خیش. همی رنجم از طلعت ناخوشش، مبادا که در من فتد آتشش. به محشر که حاضر شوند انجمن، خدایا تو با او مکن حشر من. در این بود و وحی از جلیل الصفات، در آمد به عیسی علیه السلام. که گر عالم است این و گر آن جهول، مرا دعوت هر دو آمد قبول. تبه کرده ایام برگشته روز، بنالید بر من به زاری و سوز. به بیچارگی هر که آمد برم، نیندازمش ز آستان کرم. از او درگذارم عملهای زشت، به انعام خویش آرمش در بهشت. وگر آر دارد عبادت پرست، که در خلد با وی بود هم نشست. بگو ننگ از او در قیامت مدار، که آن را به جنت برند این به نار. که آن را جگر خون شد از سوز و درد، گر این تکیه بر طاعت خویش کرد. ندانست در بارگاه غنی، که بیچارگی به ز کبر و منی. کرا جام پاک است و سیرت پلید، در دوزخش را نباید کلید. بر این آستان عجز و مسکینیت، به از طاعت و خویشتن بینیت. چو خود را ز نیکان شمردی بدی، نمی گنجد اندر خدایی خودی. اگر مردی از مردی خود مگوی، نه هر شهسواری به در برد گوی. پیاز آمدان بی هنر جمله پوست، که پنداش چون پسته مغزی در اوست. از این نوع طاعت نیاید بکار، برو عذر تقسیم خدمت بیار. چه رند پریشان شوریده بخت، چه زاهد که بر خود کند کار سخت. به زهد و ورع کوش و صدق و صفا، ولیکن میفزای بر مصطفی. نخورد از عبادت بر آن بی خرد، که با حق نکو بود و با خلق بد. سخن ماند از عاقلان یادگار، ز سعدی
همین یک سخن یاد دار. اون یک سخن اینه: گنهکار اندیشناک از خدای، به از پارسای عبادت نمای. اما مولانا را در این میان حکایتی دیگر است. عصر زندگانی و چگونگی زیست و وسعت مشرب و جهانبینی عارفانه و ژرفای مطالعات و آشنایی با زبان یونانی و موجب شده است تا او را نسبت به انجیل‌ها بیش از هر شاعری، حتی خاقانی که مادرش مسیحی است، آشناتر ببینی. به همین آشنایی و آگاهی از ادیان و مذاهب و تسامح و تساهل است که در مراسم تدفین او کشیشان مراسم مذهبی به جا می آوردند. خاخام‌ها تورات می خواندند و چون یکی از خام طبعان خاص مسیحیان و یهودیان را از شرکت در مراسم منع کند، فریاد برآوردند که او مسیح ما بود، او عیسی ما بود. ما راز موسی و عیسی را در او دیدیم و یافتیم. او آفتاب بود و آفتاب همه جا را روشن می کند. کشیش دیگر اشک چشمانش را با آستین پاک کرد و حقق کنان فریاد زد: مولانا نان بود و ما گرسنه. و آیا گرسنه دیده ای که از نان بگریزد؟ تأثیر پذیری مولانا از اناجیل و نیز مشابهت‌های برخی از ابیات به حکایات مثنوی معنوی بیش از آن است که در مقاله‌ای در گنجد. آنچه می آید اندکی از بسیار و مشتی از خروار است. من همینجا یکیشو میخونم، یه توضیح مختصر میدم و بعد تمام میکنم. انشالله مقاله چون هنوز مفصله، 7-10 صفحه هست، چاپ میشه و در اختیارتون قرار میگیره. در قرآن مجید یک آیه‌ای داریم که کسانی که آیات ما را تکذیب میکنند و کافر میشوند، اینها به بهشت راه نخواهند یافت مگر وقتی که شتر از سوراخ سوزن رد شود. یعنی یک امر محال. حتی یلج الجمل من سم الخیاط. مولانا این داستان را گرفته و به شرح باز گفته است. مفسران وقتی که به این آیه رسیدند، یک سوال برشون مطرح شده و اون که شتر از سوراخ سوزن گذشتن عجیبه. بعد گشتند و بعضی هاشون مثل میبودی در تفسیر کشف الاسرار گفته که در قرائت‌های شاذ و نایاب این کلمه را به جای جمل جمل خوندن و جمل به معنی تناب خیلی قرص که در کشتی ها به کار میبرن. بنابراین مولانا خواسته است بگوید که اگر تناب با اون همه ضخامتش از سوراخ سوزن خیاطی رد شد، در اون صورت مؤمن هم کافر هم میتواند وارد بهشت شود. اما آنچه که من اینجا آوردم یه خورده جدیدتره و اون این هستش که در انجیل و در کتاب‌های خود ما جمل، نه جمل، جمل هم به معنی تناب به کار رفته و کسانی که بر کتاب قاموس مقدس شرح نوشتن گفتن که این تناب یا جمل مناسبتر است با این حرف. احتمالاً مولانا با این که عارفی مسلمان هست و علالقاعده باید این مفهوم را از آیه قرآنی گرفته باشه، ولی من اینجا با بیان استدلالی نشون دادم که به احتمال بسیار زیاد مولانا تحت تاثیر انجیله، برای که در قرآن همین آیه رو گفته و تمام شده. این آیه در انجیل هست، منتها بعدش حواریون به عیسی عرض میکنن که آیا هرگز هیچ کافری به بهشت نمی رود؟ جواب میدهد که چرا؟ این کار غیر ممکن نیست. اگر خدا بخواهد این کار شدنی است. منتها یک چیز لازم داره.
و اون مقراض عمله. مقراض قیچیه، یعنی با ریاضت کشیدن و بر خود سختی دادن اون طناب بزرگ رو میشه قیچی کرد، نخنخ کرد تا به یک تا برسه و اون تا از سوراخ سوزن رد بشود. این داستان را به صورتهای مفصلتری اینجا گفتم، 10 مورد هم با شاهد ذکر کردم تا رسیدیم به آخر. حالا میرسم به اینجا که چرا عنوان سخنرانی من نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. بسیاری از مسائلی که در اینجا آوردیم برای کسانی که احتمالاً اهل یقین نیستند تردیدآمیزه. چگونه از 7 قرص نان و 1 خرده ماهی می شود 4000 نفر را سیر کرد؟ چگونه می توان از 1 مشت خرما 21 دانه خرما اینقدر بخشید و باز بود؟ مولانا به اون کسانی که شک دارند در این مسائل میگوید شما معذورید. برای شنیدن هر حقیقتی 1 گوش لازمه. برای شنیدن سخن آب و خاک و گل هم 1 گوش لازمه به نام گوش دل. و من چه کنم که شما را این گوش نیست؟ با این آرزو که خداوند به همه گوش شنوا بدهد و عرض پوزش از تصدیعی که دادم برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم. و السلام.